ассалому алайкум бинандагони азиз ва ин барномаи донишсанҷ аст. Бинандагони азиз, ин ниҳоят пахши ниҳоии барномаи донишсанҷ аст. Ниҳоӣ албатта манзури ман ин дар даври аввал ниҳоӣ аст, яъне ки давраи аввали барномаи мо бо ҳамин ҷамъбаст мешавад, зеро имрӯз мо 16-ум барномаи донишсанҷро бо донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров сабт карда истодаем ва пас аз ин имрӯз низ сабт мешавад. Пас аз ин мо дар нимниҳоӣ бо иштирокчиён ва бо шумо вомехӯрем. خب بینندگان عزیز، من شما رو با اشتراکچیان برنامه امروز آشنا می‌سازم که امروز کی مهمانی برنامه ما است. امروز ما تصمیم گرفتیم که دو فاکولته مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов را دعوت نموده باشیم. جوانان دو نفر سفید پوش از جانب دستی راستی من از فاکولته تربیت جسمانی هستند جوانان و دو نفر بانو از طرف دست چپ من امروز از فاکولته فیلولوژی ازبک. امروز جوانان با همدیگر رقابت میکنند، بانوها با جوان پسران، دو فاکولتت با همدیگر. البته این شوخی است. منظوری من این است که همه با همه رقابت میکنند. اینجا ما نمیگوییم که دخترها با پسرها رقابت میکنند یا پسرها با دخترها، این گونه نیست. البته که کسی که خیلی بسیار گرفت از آن همین 4 نفر به نیم نهایی راه خط میگیرد، یک نفرشان تنها و ما در نیم نهایی با بینندگان که خیلی نزدیک آمده ایستاده است روزهایش وا میخوریم. اشتراکچیان عزیز، شما رو خوش آمدید میگویم و من برای بینندگان شما رو آشنا میسازم. خب اشتراکچی رقم 4 ما هستند نیلوفر جورای و این نفر از کافدرای زبان و ادبیات ازبک. خوش آمدید نیلوفر. اشتراکچی رقم 3 ما مهرانگیز شریف جانووا هستند، این نفر از کافدرای زبان و ادبیات تاجیکی فاکولته فیلولوژی ازبک. خوش آمدید. اشتراکچی رقم 2 ما هستند اسکندر سنگینوف، این نفر نمایندگی میکنند کافدرای مدافعی گراجدانی رو. خوش آمدید. اشتراکچی رقم 1 ما شاهروز تاشوف هستند، این نفر نمایندگی میکنند کافدرای آمادگی دفاعی حربی رو از فاکولته تربیت جسمانی. جوانان عزیز خوش آمدید. شما رو با رفت و شکل برنامه آشنا میسازم که در برنامه چی چیز میشود اینجا. من فکر میکنم که شما الان میدونید برنامه ما از 3 بخش عبارت است. در بخش اول به هر یک شما سوال از اختصاصتان با 4 نمونه جواب پیشنهاد میشود. جوابی درست گفتید 1 خال میگیرید. در بخش شما هم در بخش اول شما حقوق 20 ثانیه فکر کردن رو دارید وابسته به هر یک سوال. 20 ثانیه فکر میکنید بعد جواب انتخاب میکنید. در بخش دوم برنامه بیرون از اختصاص شما به نمودی جواب سوال پیشنهاد میشود. و در این بخش نیز شما 20 ثانیه فکر کرده میتوانید. و اگر شما جوابی درست پیشنهاد کرده 2 خال میگیرید. اگر جوابی نزدیک 1 خال را صاحب میشید. بخش سوم برنامه ما بخش اساسی برنامه ما محسوب میشود. سوال ها طریق رسم طریق مانیتور برای شما پیشنهاد میشود. 10 سوال منطقی پیشنهاد میشود، سر تا پا منطقی و به هر سوال شما 3 خالی امکانی کار کردن رو دارید. به همگان فهم است شکل و رفت. آغاز میکنیم رقابت فکر رو. شما رو هیجان پخش نکرده ایستاده است؟ نه؟ کم کم. خب عجیبیش این است که بانوها نمیگن، جوانها کم کم میگن. خوب است که کمی هست. سوال به اشتراکچی رقم 1 ما. شاهروز توجه کنید. автомат аз ҳолати ба китф ба ҳолати ба сина дар чанд навбат гирифта мешавад? автомат аз ҳолати ба китф ба ҳолати ба сина дар чанд навбат гирифта мешавад? дар 2 навбат, дар 3 навбат, дар 4 навбат, дар 5 навбат. шумо метавонед яке аз ин вариантҳоро интихоб кунед. 20 ثانیه фикр кардед. гуфтем ки автомат аз ҳолати ба китф ба ҳолати ба сина ба чанд навбат гирифта мешавад? 2 навбат, 3 навбат, 4 навбат, 4 навбат, 5 навбат. 3 навбат. کدام نوبت ها میدونید؟ از پشت اول میگیرم بعد هم روخ میکنم. خب بیاید شما رو من غم نمیدهم. شما اطمینان دارید که 3 نوبت است؟ بله. متاسفانه گویم خطا میکنم، زیرا واقعا هم این 3 در 3 نوبت است و وریانتی B وریانتی درست بود و شما 1 خال رو برای خود کسب کردید. خب سوال به اشتراکچی رقم 2. خب اسکندر توجه کنید. مدافع گراجدانی در جمهوری تاجیکستان از روی کدام پرینسیپ ها برآ مانده می شود؟ مدافع گراجدانی در جمهوری تاجیکستان از روی کدام پرینسیپ ها برآ مانده می شود؟ با نظرداشت حرارتی موجود بوده، از روی به وقوع آمدن آفت های طبیعی، از روی حجت ها، از روی پرینسیپ های حدودی و استحصالی. 20 ثانیه دارید. وریانتی B. آمدن آفت های طبیعی. شما تخمین میکنید؟ نه. اطمینان دارید؟ بله. اگر بگم که این خطا است شما به همین جواب میستید. این جواب درست است. واقعا درست است.
واقعا شما یخ خال گرفتید. بله این جوابی درست بود و شما یخ خال گرفته میشوید. خب میگذاریم به بانوها. سوال به مهرانگیز توجه کنید. علم درباره آواز رو چی مینامند؟ علم درباره آواز رو چی مینامند؟ سینتاکسیس، مورفولوژی، فونетика، گراماتیکا. فونетика. فکر نمیکنید 20 ثانیه. فونетика. آواز این فونетика است. اطمینان دارید؟ یا تخمین میکنید؟ خب فونетика. دیگر نمیکنید. بله این نوع فونетика است. جوی فکر کردن است. شما جوابی درست رو پیشنهاد کردید و یک خال از آن شماست. خب سوال به نیلوفر توجه کنید. زبان تاجیکی کی تشکل یافته است؟ زبان تاجیکی کی تشکل یافته است؟ در عصرهای 7 8 9 10 11 12 13 14. خب 7 8 9 10 11 12 13 14. جواب من در عصرهای 13 و 14. اطمینان دارید؟ بله. متاسفانه جواب شما غلط است و شما خوب نمیگیرید. خب بابا 9 10. اگر شما جواب درست رو پیشنهاد کنید هم به شما خوب نمیدیم. از این لحاظ حاجتی خوب گویت خوب است، البته دانید البته که خوب است، اما متاسفانه به شما خوب گذاشته نمیشد. برای چی میدونید؟ برای اینکه به هر یک شما از اختصاصات ما 2 سوالی پیشنهاد کردیم و مخصوص برای هر یک کس من سوال رو روانه میکنم. در بخش سوم مثلا شما میتوانید که از همه پیش جواب بدید. خب اما در بخش اول و دوم به هر یک شما من در علاوه‌دگی سوال میدم. سوال از اختصاص با شور نمود جواب دومین سوال ها رو من برای شما پیشنهاد میکنم. سوال با شوچی رقم 1 ما توجه کنید. شهروز پولمیات دستی یعنی روتگی چه خیل در دست داشته می شود؟ پولمیات دستی چه خیل در دست داشته می شود؟ در دستی راست، در دستی چپ، در پهلوی پا، در کتف. در پهلوی پای و در کتف. A, B, V, G. کدام گزینه را انتخاب میکنید؟ پولمیات دستی چه خیل در دست داشته می شود؟ در دستی راست، در دستی چپ، در پهلوی پای و در کتف. خب کدام گزینه؟ A, B, V یا G. از دستی راست. در دستی راست. اطمینان دارید؟ میبینم که تخمین میکنید. تخمین میکنید. تخمین میکنید که در دستی راست است. تخمینتون رو دیگر نمیکنید. نه. به همین جواب میایستید. بله. متاسفانه در پهلوی پا بوده است. اما عجیبی کار رو بینید که سوال نام دارد پولمیات دستی چه خیل در دست داشته می شود؟ جوابش در پهلوی پا. پولمیات دستی است اما در پهلوی پا داشته می شده است. خب بله پولمیات دستی. خب خلا میگیرید و سوال با اسکندر توجه کنید. سرداری مدافع گраждани رو در جمهوری تاجیکستان کی به عهده دارد؟ سرداری مدافع گраждани رو در جمهوری تاجیکستان کی به عهده دارد؟ شخصی علاوه تعیین کرده می شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیسان ولایت ها، شهر و ناحیه ها، رئیس کمیته حالت های فوق العاده. خب اینقدر مشکل نیست. من فکر میکنم که سرداری مدافع گраждани جمهوری تاجیکستان رو در تاجیکستان کی به عهده دارد؟ رئیس کمیته حالت های فوق العاده. رئیس کمیته حالت های فوق العاده. شما اطمینان دارید؟ متاسفانه این رئیسی چه است؟ حکومت جمهوری تاجیکستان است. بله. خب سوال دوم از اختصاص به مهرانگیز توجه کنید. واژه ادب از کدام زبان گرفته شده است؟ واژه ادب از کدام زبان گرفته شده است؟ فارسی، عربی، هندی، تاجیکی. واژه ادب از فارسی. انیق. عربی یا فارسی یا عربی. شاید هندی باشه، شاید تاجیکی باشه. خب کدامش رو انتخاب میکنید؟ عربی یا اینکه فارسی؟ عربی. انیق. بله. متاسفانه اگر شما در گزینه اولی نتان می‌ایستادید شاید یک خود را برای خود کسب می‌کردید. این فارسی است. بله. واژه ادب از واژه فارسی گرفته شده است. خب سوال با نیلوفر توجه کنید. شوکت بخارایی نماینده کدام سبک ادبی است؟ شوکت بخارایی نماینده کدام سبک ادبی است؟ بازگشت، خراسان، هندی، عراقی. چهار سبک رو من برای شما گفتم. بازگشت، خراسان، هندی، عراقی. سوال کمی مشکل است اما من فکر میکنم که جستجو کنید پیدا میکنید. 20 ثانیه. خب خراسانی رو شما انتخاب کردن هستید. خراسانی رو برای اینکه بیرا از اون لحاظ که بی است. خب
باری دیگه سوال به شما فهم است؟ سوال رو فهمیدید؟ شوکتی بخوری نماینده کدام سبک ادبی است؟ یعنی با کدام سبک که ایجاد میکنند؟ بله. بازگشت خراسان هندی عراقی است اینجا. شما کدام گزینه رو انتخاب میکنید؟ خراسان. برای چی بیرون انتخاب میکنید؟ گزینه بیرون. تخمین میکنید. تخمین میکنم. تخمین شما درست است و شما یک خود رو برای خود کشف میکنید. بله، این درست است. خب جوانان عزیز، با همین بخش اولی برنامه ما به انجام میرسد، به انتها مییابد و ما آغاز میکنیم بخش دوم رو. در بخش دوم برنامه سوال‌ها بیرون از اختصاص به نمودی جواب پیشنهاد میشود. مشکل تر میشود کار ما. و شما دو خال کار کردن را دارید. امکانی دو خال کار کردن را دارید اگر جواب درست را پیشنهاد کردید. خب شما آماده هستید که ما برای شما از دومین بخش سوال‌های بیرون از اختصاص شما را پیشنهاد کرده باشیم. هرچند که ما بیرون از اختصاص گفتیم، من به اختصاص شما به اختصاص هر یک شما نزدیک کرده سوال‌ها را پیشنهاد آمدم، اما خیلی دشوار است سوال. از این لحاظ میتوانید فکر کنید بسیار و فکر جواب خود را برای ما پیشنهاد کرده باشید. سوال اولین ما: کلمه پنالتی از کدام دولت پیدا شده است؟ این سوال با اشاره رقمی 1 است. خب شاهروز، کلمه پنالتی از کدام دولت پیدا شده است؟ اون نفر گفتن که انگلیه، اما من میگم دیگر وریانت رو میگفتم، زیرا که انگلیه این کلان خطا است. خب شما میتوانید 20 ثانیه فکر کرده جواب پیشنهاد کنید، یا شاید که انگلیه درست باشد. به هر صورت شما وریانت خود رو میگید. خب شما واقع جواب گفتن رو ندارید دوستان. ایسلندیا. 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 شاید که. خب شما با جواب خود میستید؟ بله. ایسلندیا. من جواب رو میبینم. ایرلند. خیلی نزدیک هستید شما، خیلی 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 نزدیک بودید. بله خیلی نزدیک بودید. خب سوال با اسکندر. اسکندر رو میبینیم که برای شاهروز توپه برید، برای خودش اوگورو برید. میتونه برای شاهروز اوگورو برید، برای خودش توپه میبرد یا اینکه نه. شوخی میکنم. اسکندر خوب توجه کنید شما. عباره معمول که در فوتبال استفاده میبرند اوله 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 میباشد. این چی معنی دارد؟ شما باید دونید. من فکر میکنم که میدونید، زیرا جوانان بیشتر فوتبال رو دوست میدارن. اوله 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 این معمول ترین عباره در فوتبال است. این چی معنی دارد؟ اوله اوله اوله. خب از صحیح فوتبال دوست می‌دارید اصلا تماشای فوتبال؟ من هم. خب من هم دوست نمی‌دارم، اما ما مجبور هستیم که امروز پیدا کنیم جوابی درست رو. و اینجا نواربرداری ما خیلی دوست می‌دارن فوتبال، تماشای فوتبال رو، و اشاره کرده سودن که جواب رو می‌دونن. فوتبال. اما فوتبال کلمه معمول در فوتبال این فوتبال است. اوله اوله معنیش فوتبال است، یعنی که همین ها. خب متاسفانه حالا من این کلمه رو میگویم. این کلمه رو شما هر روز به زبان میگیرید. میدونید این کدام کلمه است؟ مرحبا. این خدا است. اوله خدا می؟ بله. زبانش رو نمیدونم، اما این معنی خدا رو دارد، یعنی توجه میکنند به خدا. خب سوال به مهرانگیز توجه کنید. سوال از اختصاص، نزدیک است به اختصاص اما خیلی مشکل. شاعر بزرگ فارس و تاجیک فریدون عطار در کدام شهر تولد شده است؟ فریدون عطار در کدام شهر تولد شده است؟ خب در کدام شهر ایران، جمهوری اسلامی ایران نیشاپور باشد. نیشاپور باشد. شاید که تهران باشد، شاید که دهلی باشد، از هندوستان باشد. خب کدام وریانت؟ نیشاپور. میستید به این بلندتر حرف زنید، گوشی من کمی وزین است. نیشاپور باشد. نیشاپور. خب میبینیم که جواب رو نیشاپور است یا اینکه نه. شما دو خود رو برای خود کشف میکنید. بله این درست است، نیشاپور. خب سوال دوم با نیلوفر توجه کنید. مؤلف پویستی تیرمور کی است؟ مؤلف پویستی تیرمور کی است؟ خب شما دور نروید، از ادبیات سویتی فکر کنید و با بلندگویی میتوانید که گزینه خود را گفته باشید. مؤلف پویستی تیرمور کی است؟ جواب شما میدونید؟ خب نه
شما وقتی که میگویید نیلوفر تکرار میکنم و سیخال رو این نفر میگن. خب کمک کنم برای شما روزی هستید که من به بانو کمک کنم. این نفر شاگردی صدرالدین عینی است. خب این نفر کیست؟ تیرمار. من اطمینان دارم که اون رو شما خونده اید در دوره مکتبی. خب شما ولی پیشنهاد نمیکنید. این میشود جواب اکرامی. بله جواب درست جواب اکرامی است و شما متاسفانه خود نمیگیرید. خب جوانان عزیز، با همین بخش دوم ما با پایان میرسد و ما بخش اساسی برنامه، بخش دوست داشته ترین من را آغاز میکنیم. سوال ها برای شما منطقی پیشنهاد می شود، سرتاپا منطقی، طریق رسم. در بخش سوم من باید برای شما گویم که 3 زیربخش دیگر هست. در زیربخش اولین 3 سوال باید شما عمومیت رسم ها را یابید. رسم ها با هم دیگر چی عمومیت چی شباهیت دارند. اون رو وقتی که شما یافتید، کسی که پیش جواب گفت و کسی که ثابت کرد که واریانت او گزینه او درست است، او 3 خال رو برای خود میگیرد. خب شما فهمیدید بخش سوم رو. مرحمت، سوال اولین ما رسم ها چی عمومیت دارند؟ عمومیت رسم ها رو یابید. کمی مشکل است اما بابای فصل های سال. فصل های سال. چرا اینجا فصل ها باشد؟ فصل های سال بهار. فصل های سال بهار. فصل های سال بهار رو چگونه فهمیدن ممکن است؟ فصل های سال بهار خود فصل است. زمین. زمین؟ بله. چی گفتید شما؟ غنوچین. شما حوصله جمع کنی رو در نظر دارید. بلندتر گپ زنید که من نمیفهمم، شما بیخول میمونید. نیلوفر چی بگویند؟ کشت و کار باشد. کشت و کار، زمین، باز چی؟ باز چی؟ کوبید میوبید. چیزی دیگر هست اینجا. خب یک چیزی دیگری هست. چی بوده میتوانم؟ بود یک خواجگی دهقانی. خواجگی دهقانی بله نزدیک است، خیلی نزدیک است. خب در عکس اول چی است؟ دهقان. دهقان اینجا گوسفند چی؟ با دهقان شاورزی چهارماداری. شاورزی نه. بود یک تحلیل میکنیم. در عکس اول گوسفند است. در عکس دوم تراکتور است. های کبیسا. در بخش سوم حاصل است. همه همین ها در کجا میشود؟ اگر در زمین. در دهات. بوسی در دهات. بوسی همه همین ها در فصل بهار. در نه در چی است؟ من خیلی کمک کردم برایش. در دهه. در مجموع دهه است، اما بس کجا بوده میتواند؟ در دهه شاید که همش نباشد. مثلا میگیریم که در صحرا باشد. در صحرا هم نیست. اینجا چی کجا است؟ اینجا کجا است که گوسفند است اونجا؟ کجا است که اونجا حاصل دشت دله؟ کجا است؟ پرورشگاه های هر گونه. خب چی است؟ پرورشگاه. خب زمین. البته این آسمان نیست، این زمین است، اما انا همون کجای زمین؟ سوال این است که کجای زمین؟ خب کجای زمین؟ جای حاصل خیزی. جای حاصل خیزی زمین در آنجا گوسفند زندگی میکند. خند زنید. خب متاسفانه شما یگان تا شما خود نمیگیرید. جواب فرم است. فرم نه فرم است. بله. فرم اگر لباس دارد اینجا فرم است که آنجا چیکار میکنن؟ کشت میکنن، آنجا حاصل میگذارن و آنجا چاروا است. جوان عزیز خب فهمیدید؟ من مسئول نبودید رو برای شما پیشنهاد میکنم اما متاسفانه خود نگرفتید. خب چی عمومیت دارن رسم ها با هم دیگه؟ چی عمومیت دارن؟ خب رسم ها با هم دیگه چی عمومیت داشته میتوان؟ خب چه است اینجا؟ یگان گزینه هست؟ میگوید یگان واریانت؟ من خودم گویم جواب رو باسم؟ شما میگوید کمک کنم برای شما؟ بیاید کمک نمیکنم، یک تحلیل میکنیم. در عکس اول چی است؟ دیوان. برای کرسی است، کرسی راحت کرسی میگن اون رو. خب در مجموعه همون نمیدونم چی است. در عکس دوم دست پوشک است. بله دست پوشک. در عکس سوم داخلی ماشین، سالن ماشین اگر گوییم با زبان روسی. بله و انا همین عکس ها چی با هم دیگر مانندی داشته میتوانند؟ اینجا چی چیز هست که خیلی مانند است با هم دیگر؟ چرم.
بله آخر اینجا چرم است. دیوان از همون راحت کرسی از چی ساخته می شود؟ از چرم. دست پوشک چرمین و همچنین اینجا داخل ماشین همون کرسی های ماشین از چی است؟ از چرم است. اشتراکی رقم 3 خوب میگیرم. بله این درست است که چرم است. خب مرحمت ما سوال نوبتی رو برای شما پیشنهاد میکنم. آخرین سوال در بخش شیرینی. شیرینی. کی پیشنهاد کرده؟ شیرینی. خب میرنگز این که شاهروز شیرینی. شما هم گفتید شما هم گفتید باشد. با اشتراکی رقم 1 و با اشتراکی رقم 3 خالی میدیم. بله اینجا شیرینی است. شفتالو شیرین است و کلچه قند پونچیک میگیم اون رو. خیلی شیرین است و اینجا دیسرت میگیم اون. خب تورت شیرینی است. بله اینجا شیرینی است و با همین گویم که بخش سوم زیر بخش اول جنبست می شود. این رسم ها به همدیگر چی عمومیت چی شباهیت داشتند. حالا ما برای شما اون سوال هایی که پیشنهاد میکنیم شما باید که رسم ها رو به همدیگر بپیوندید. بله جمع کنید چیزی حاصل می شود. شما ما رو فهمیدید؟ بله. خب مرحمت سوال اولین چی حاصل می شود؟ خب اگر شما خیمیا رو فیزیکا رو فرمولا. اما چی است اینجا؟ فرمولا نیست. اگر شما خیمیا رو میدونستید خیلی 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 چی؟ الیمنت میافتید. الیمنت. در عکس اول فرمولا نشان داده شده است. فرمولای چی؟ SO ناتری هیدروژن کربن. خب در یک جایی چی است در یک جایی؟ جوان ها باید که دونند. از آن شاید که جوان ها استفاده برند اما من اطمینان دارم که بانوها استفاده نمی‌کنند از آن چیز شما. اما جوان ها با استفاده بردنشان ممکن است. نه همه جوان ها البته منظورم. خب چی است؟ خب خب من حالا برای شما یک کلمه میگویم و اولین شده نفری که انا همون جواب رو میگوید دو خال رو میگیره. 3 خال 2 خال رو میگیره. زیرا که من حالا برای شما خیلی کمک میکنم. من فرمولا رو میگویم شما انا همون فرمولا رو با انا همین چی است در عکس دیوم؟ کاغذ. با کاغذ جمع میکنید چیزی حاصل میشه. انا همون رو میگوید. آماده هستید؟ 2 3 1 اینجا فرمولای نیکوتین است. چی حاصل میشه؟ سیگارت. بله آخر اینجا تماکو حاصل می شود. نیکوتین. سیگار چی دارد؟ نیکوتین دارد. ولی من گفتم که جوان ها گفتم که خیلی استفاده میبرند. من ثابتش است. شوخی میکنم. بله جوان ها شاید که استفاده برند شاید که نه همه جوان ها استفاده میبرند. این البته شوخی است. بله. خب مرحمت بله اینجا سیگار هست و اشتراکی رقمی 1 موسیقی خود رو صاحب میشود. خب مرحمت عکس نوبتی یا اینکه سوال نوبتی رو ما برای شما پیشنهاد میکنیم. خب چی حاصل میشود؟ این چیز رو بانوها رنگ زودتر باید که دونن. کسمتیکا انا همون رنگ موی. رنگ موی کراسکه موی یعنی رنگ موی اون رو باز کسمتیکا رو چی میگویند باز؟ شما بیشتر از این چیز استفاده میبرید بانوها. من اطمینان دارم که از این چیز شما استفاده میبرید. وقتی که رنگ ها رو با انا همون شاتکا میپیوندیم چی میشه؟ گوناشکا. گوناشکا. بوری دیدید که با واسطه شاتکا دندون ها رو رنگ کرد. خیلی نزدیک هستید اما خیلی نزدیک هستید. اینجا نه خمیری دندانشویی نیست اما خب چی است؟ دخترها شما باید میگوید شما توش هست. بله آخر اشتراکی رقمی 2 یافتن جواب را اینجا توش هست. اما دخترها من از شما امید داشتم. خب مرحمت میبینیم که اینجا چی است؟ این توش هست. رنگ میکنن با شاتکا و چشمهایشان رو چکار میکنن؟ آرام میدهند. بله خب مرحمت ما سوال نوبتی رو میبینیم. چی حاصل میشود؟ پودره. توش که بود پودره و کسمتیکا میشود. رنگی. اینجا تماما چیزی دیگر است. آرایش. اینجا تماما چیزی دیگر است. بچه‌ها. سیوم عکس نمیدونم چی باشد. آرایش. خب آخرین. بیاید من برای شما شرح میدم. دختر کاغذ دیوم این عکس کاغذ است اینجا. کاغذی رسم. کاغذ رنگ چی میشود؟ مصور. چی میشود؟ کاغذ پورتریت. خیلی کاغذی رنگ. پورتریت. باسی شما حسی رو با هم دیگر جمع کنید یک چی حاصل میشه. دختری رنگ. رسم. دختری رسم. باز چی؟ کرانداش.
من کاغذ و رنگ چی حاصل میشه ما در یک جایی؟ عکس صورت بله آخر اینجا صورت حاصل می شود. رسم است اینجا، رسم است. رسم خب وقتی که ما با واسطه دختر و با واسطه کاغذ و رنگ می پیوندیم و رسم حاصل میشه. رسم عکس حاصل می شود. بله این رقم 2 سه خود راسایی می شود. خب جوانان عزیز سالی من فکر میکنم که چی حاصل می شود انتها می یابد. همگی 4 سال دیگر برای شما باقی مانده است. 4 سوال دیگر. آن 4 سوال ضرب المثل و مفعول‌های خلقی است که ما بیشتر در زندگیمان همه روز استفاده می‌بریم آن را. ما طریق رئالی، طریق رسم، طریق همون مجازی رئالی نشان می‌دهیم اون کدام ضرب المثل و مفعول است. شما زود باید یابید که اون کدام مفعول است و کدام ضرب المثل است. فهموس؟ مرحمت. خب این کدام ضرب المثل؟ برو یک سا بالاش نخند خندنده خرسوار. خندنده نخند که روزی به پیشت میاد. نخند به پیشت میاد به پیشت. نه خندنده چی گفته؟ خرسوار. خرسوار اینجا کنه خرسوار. من اینجا سواره خر رو نمیبینم. خب اینجا چی است؟ خرسوار رو نمیبینیم اینجا چیزی دیگر است. خب سواره وای. اینجا عموما سواره نه. شما در عکس اول چی رو دیده اید؟ ماشین. خب ماشین رو تنها میبینید. من تاریکی رو میبینم. من شب رو میبینم اینجا. پایان شب سیاه سفید است. پایان شب سیاه سفید است. در شب نفر کار کرده ایستاده است. کار شب خنده روز. آخر بله آخر کار شب خنده روز. من خیلی نزدیک کردم، خیلی برای شما کمک کردم. در شب کار کرده ایستادن، در روز چیکار کرده ایستادن؟ خندیده ایستادن. بله خب شوشی در رقم 2 خودهای ما رو میگیرند. خب مرحمت ما سوال نوبت رو برای شما پیشنهاد میکنم. این کدام مقاله است؟ آسیا با نوبت. بله درست است. اینجا آسیا با نوبت است. در عکس اول آسیا، در عکس دوم چه است؟ نوبت است. بله اونقدر مشکل نیست. خب مرحمت این کدام مقاله است؟ خب پایان شب سیاه سفید است. از ناامیدی ها بسا امید است. و این شوشی رقم 4 سه خود رو میگیرم. بله اینجا پایان شب سیاه سفید است. چنین عنوان دارد عکس ما زیرا که شب و روز است اینجا. بله تنها یک سوال دیگر، یک ضرب المثل یا مفعول دیگر باقی مانده است. امکانی 4 خود کار کردن دارد. مرحمت کدام مقال است؟ تصویر مقال است. این کدام مقال است؟ اینجا یک مقاله است. خب در برنامه‌های قبلی در یکم یا دومین برنامه من انا همین مقال رو استفاده برده بودم و زود یافته بودن جوانان. منظم آوازی ما اینجا اشاره میکنند که بله جواب رو زود یافته بودن. خب شما هم زود یافتید. اینجا چی است؟ در عکس یکم چی است؟ ماشین است. ماشین این زمانه است؟ نه زمانه گذشته است. خب در عکس دوم چی است؟ آدم شد دست به تسبیح. تسبیح یعنی چیکار کرده ایستاده است؟ تو عبادت کرده ایستاده است. به معنای دیگر چیکار کرده ایستاده است؟ کلمه گردانده است. کلمه گردانده ایستاده است. باز چیکار کرده؟ به معنای دیگر نشسته است. خب به معنای دیگر چیکار کرده ایستاده است؟ نشسته چیکار کرده ایستاده است؟ یاد آورده ایستاده است. آن رو با مضمون دیگر چی میگویند؟ خب هر دو با هم دیگر وقتی که جمع میکنید یا نمیدونم چی عمومیت میاد چی میشود؟ کدام مقال میشود؟ گذشته را فراموش کن، آینده را بنیاد کن. گذشته را یاد بله کردن. باسی گذشته را یاد کردن چون این مقال است. ما هر برنامه یک مقالی نام میسازیم. خب نیست این مقال نیست. بله این یکمین مراتبه است. بله ما 16 برنامه 16 مقال یا ضرب المثل نام ساختیم. خب اما اینجا چیز دیگر است. خب کدام گزینه رو پیشنهاد میکنید؟ گذشته و بیاید نام برای شما گذشته را فراموش خیلی کن. کمک میکنم. در عکس دوم نماز خوانده ایستاده است یا تسبیح گردانیده ایستاده است. تسبیح گردانی رو با مضمون دیگر چی میگویند؟ کلمه گردان رو گذشته. بله کلمه گردانی باشد. انا همون رو با مضمون دیگر چی میگویند؟ با حرف اس آغاز میشود. سرگذشت. چی میگویند کلمه انا همون تسبیح گردانی رو؟ صلوات چی میشود؟ گذشته بله آخر به گذشته صلوات است. همین قدر مشکلی کشیدید که برای پیدا کردن این رسم.
خب بابا اشتراکی رقم 3 خال نمیدیم اما مالش 2 خال میدیم زیرا که من خیلی برای شما کمک کردم قریب که گفته بودم آخر ما گفتیم در عکس یکم رسمی امروزه است اما ماشین تنها رسمی گذشته است که گذشته رو دیده است و در عکس دوم صلوات خوانده شده است و گذشته صلوات آخر زود باید میافتد. خب با که نیست اشتراکچون عزیز با همین برنامه ما انتها می‌یابد و فرصت فرا میرسد که ما برای شما خواب‌هایتان رو بگیم. همه آماده است که من برای شما خواب‌هایتان رو گفته باشم. خب خب اصلا کی خالی خودش رو میدوند؟ نفر میدونید خالی خود رو. خب همه گویم که خاطرات شما با جستنی سوال بود و هیچ کس خالی خود رو حساب نکرده میتونم. خب از غالیب سر کنیم یا از یک جانب؟ از غالیب. خب بیاید خالی هوا رو میگویم. قبل از اون که من خواهرتون رو میگم برای شما میگم که مهم چی است؟ اشتراک. غالیبیت است. نه اشتراک. اشتراک است. بله. البته مهم اشتراک است و اشتراک شما این خود غالیبیت است و اشتراک شما من فکر میکنم که برای شما غالیبیت است. چون زیرا که من شما رو انتخاب کردن از همون کافدر از همون فاکولته و برنامه روان ساختن. این خود موفقیت است. خب شاهروز شما صاحب 6 خال میشوید دوستان. و اسکندر آخر میدونسته چرا پرسیدم جوابشون نگفته؟ بهت باز زیادتر باشه مقطع حساب کرده باشه. ده خب بله درست است. شما درست انتخاب حساب کردید. خب مهرانگیز 14 خال را شما صاحب میشه. نیلوفر از مهرانگیز 10 خالشون رو میگیریم و شما 4 خال را صاحب میشین. بله. خب جوان عزیز بار دیگر خوش آمدید. تبریک. ما برای غالب نه برای اشتراکچی ها یک ظرف زیبای آماده نمودیم با نوشتجات دونش سنج. من فکر میکنم که گاه در خانه نشسته قهوه می نوشید، چای می نوشید و یاد می آورید که در برنامه دونش سنج شرکت ورزیده بودید و انا همین تحفه خاکسارانه ما رو قبول کرده باشید. مرحمت. این از آن شما است دوستان. خب این از شماست و بانو این از شماست. مهرانگیز تحفه شما خالهای شما است. شما به نیم نهایی راحت گرفتید. شما در نیم نهایی رقابتی فکر رو ادامه میدهید و تحفه شما رو انتظار است اونجا. جانان عزیز بار دیگر خوش آمدید میگم و در انتها اگر شما گفتنی دارید از برنامه چی گرفتید، چی چیز برای شما پسند بود یا چی چیز اندیخترش که پسند نبود، چرا پسند نبود یا چرا پسند بود، با 3-4 جمله میتوانید که برداشت خود رو از امروز برنامه ما گفته باشید. مرحمت. چنین برنامه ها من گفتنی هستم که بسیار تر شوند و دانشجویان بیایند و دانش خود را با هم سنجند و من امروز در این برنامه بسیار چیزها رو فهمیدم که نمیدونستم و چی گویم فهمیدم که چقدر توانایی دارم و در آینده کوشش میکنم که تشکر شاهروز. اما یک چیز است، این البته معیار نیست، معیاری دانش شما نیست این چیز. اینجا تنها بخت است و شاید اون چیزی که شما میدونید اینجا نامه همون چیز نامد. بله شاید اون چیزی که نمیدونید. بله و بعدا اون سوالهای منطقی رو مثلا اینجا بیشتر تفکر انتقادی شما بیشتر کار میدهد. از این لحاظ من گفتم باز که همه شما غالب هستید. تشکر. خب شما چه فکر دارید؟ چی چیز برای شما معقول نشد؟ امروز برنامه‌ای که شد بسیار هم جالب گذشت. این برنامه با هم پسند آمد. بسیار هم چیزی که نمیدونستیم از اینجا فهمیده گرفتیم. تشکر اسکندر. خوش آمدید. و غالبه ما شما باوری داشتید که غالب میشوید؟ از هر در ما هیجان زیاده بود که با اینجا می آمدیم، لیکن من نمیدونستم که غالب میشم در برنامه خیلی جالب هست. من نیت دارم که در دیگر وقت نیم نهایی ها نیست جای نمایان رو اخشال شوم و باز اینتر برنامه ها با ما دانشجویان بسیارتر باشد خوب میشه. تشکر. سلامت باشید مهرانگیز. خب نیلوفر شما غمگین نستید که دوگانه اتون امروز خالهای همه خالها رو جمع کرده گرفتم؟ نه من خرسند هستم. چی فکر دارید؟ چی چیز برای شما پسند بود یا چی چیز برای شما پسند نبود؟ برنامه خیلی که دیگران گفتن خیلی جالب بود، به همه ما پسند آمد. ما باز میخواستیم این خیلی برنامه ها بسیارتر کرد. تشکر. سلامت باشید. جوانان عزیز باری دیگر خوش آمدید. بینندگان عزیز تلویزیون سیمای مستقل یکم خیلی کم مانده است، خیلی کم مانده است که ما دوره
ниҳоии донишсанҷ ро барои шумо пешниҳод кунем, сабт кунем ва пешниҳод кунем ки ғолибҳо инҷоянд. Барнома зиндатар сурат гирад. ҳамаи он нафароне ки ғолиб буданд рақобати фикрӣ намоянд. мо ана ҳамон давра хеле наздик аст, танҳо як қадам аст. Зеро имрӯз 16-ум барномаи донишсанҷро мо давраи аввалро ҷамъбаст намудем. Ин барномаи 16-уми донишсанҷ буд ки донишҷӯён аз факултати тарбияи ҷисмонӣ ва филологияи узбек омада иштирок намуданд. духтарҳо ва писарҳо иштирок намуданд. Як нафар, охирон нафар дар бахши аввал ба нимниҳоиро хат гирифтанд. ман умед мекунам ки шумо низ бинандагони азиз бо баробари иштирокчиёни мо ба саволҳои мо посух ҷустед ва ба он аксҳое ки мантиқӣ буд варианти худро, гузинаи худро пешниҳод кардед. агар ҳамин гуна аст, ин муваффақияти мо хоҳад буд. бинандагони азиз, моро аз суроғаи зер ки дар мониторҳои шумо, ҳоло зери мониторҳои шумо аст, ҷустуҷӯ намоед, барномаро тамошо кунед ва пахш кардани тугмачаи лайк фаромӯш нашавад. боқи комгор муваффақ бошед. худоҳафиз.